سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز دوشنبه 3 نوامبر در خدمت شما. در تاجیکستان صدها نفر زندانی را امروز بر اساس قانون عفو آزاد کردند. از جمله 175 زنان محبوس را از زندان زنانه شهر نارک و صدها نفر دیگر از زندان شهر دوشنبه رها شدند. مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند در مجموع در یک روز به 800 محبوس اجازه دادند که زندان را ترک کنند. برادرای هستن هم جنایت میکنن نکنن هم جنایت هم در هم محبس خونه را نبینن که جای بزه باید جای خوب نیست جای مرد بچه بیرن وله گشتن کدوم غلامایی در 82 سال تولد از کجا؟ ای بخش چی گناه کرده بوده؟ مثلا چی دیگه کردم چند سال باید میشته؟ 3 سال چند خشته روزی؟ 3 سال نه میشته. مجلس نمایندگان تاجیکستان چند پیش به مناسبت 20مین سالگرد قبول قانون اساسی قانون درباره عفو را قبول کرد که نسبت به 10,000 زندانی و افراد تحت تعقیب اجرا می شود. مقامات یمن گفتند جای نگهداری شهروندی ربوده شده تاجیکستان را معین کردند و تلاش دارند او را به زودی آزاد کنند. با گفته مقامات یمنی، گلرخسار رافی و طبیب یکی از شفاخانه‌های نظامی شهر معریب را اعضای قبیله‌های یمنی را بودند ولی تاکنون طلباتشان معلوم نیست. امروز صبح جانشین گوبرناتور محافظه معریب با پزشکانی که در بیمارستان کار میکنند واخوری کرد. جانشین گوبرناتور تاکید کرد که گلرخسار در بین خانم‌ها است، یگان ضرر نیافته است و با او معامله خوب میکنند و گفتگو تا حاضر دوام دارد. گلرخسار رافی و ساکن 36 ساله شهر پنجکند را روز 29 اکتبر در یکی از محله‌های شهر معریب رها بودند. سفارت تاجیکستان در عربستان سعودی از حکومت یمن تقاضا کرده است که در رهایی شهروند تاجیکستان مساعدت کند. ترمینال نوی فرودگاه شهر دوشنبه از روز 3 نوامبر به قبول و گسیل مسافران شروع کرد. برای بنیاد ترمینال مذکور که شرکت‌های فرانسوی آن را ساختند تقریباً 40 میلیون یورو خرج شده است. با گفته مقامات ترمینال نو برای پروازهای بیرونی خدمت می‌کند و قبول و گسیل مسافران از پروازهای داخلی در ترمینال کهنه صورت می‌گیرد. ترمینال نو پیش بینی شده است برای 500 مسافر در یک ساعت خدمت رسانی کردن و طول سال باید که 1.5 میلیون به 1.5 میلیون مسافر خدمت رسانده شود. ترمینال مذکور را رسما با حضور رئیس جمهور امام علی رحمان در آستانه جشن استقلال در ماه سپتامبر رسما باز کردند ولی تاکنون دستگاه‌های ترمینال برای استفاده کامل آزمایش میشد و روز 3 نوامبر میان فرودگاه دوشنبه و یک شرکت ژاپنی درباره بنیاد ترمینال بارکشانی و ترمیم و تجدید زیربنیادگاه‌های فرودگاه دوشنبه یک سازشنامه به امضا رسید. قرار است روز 4 نوامبر در شهر خوجند محفل شعر فرزانه یکی از شاعرهای معروف تاجیکستان برگزار شود. فرزانه که به سن 50 قدم می‌گذارد 30 سال از شعر می‌گوید و از ادیبه‌های چیره‌دست کشور به حساب می‌رود. همکار ما معصوم محمد رجب در آستانه محفل شعر با فرزانه صحبت کرد و از جمله درباره آمادگی‌ها به تجلیل 50 سالگی او پرسید. همه خیش‌های و پیوندهای و دلبندهای و محبوبهای خودم باید نمیتونیم در اون تالار نازنین ارباب جا دهیم، اما یک تالار دیگر هست که در آن همشان گنجایش می‌یابند. باز هم تالار دل ما در دل و جان خانه کرده عاقبت، هر دو را دیوانه کرده عاقبت. ای دل مجنون از مجنون بتر، مردی مردانه کردی عاقبت. امیدواریم که این نامه‌های عشق به نشانی میرسد. تا کنون بیش از 20 کتاب اشعار فرزانه از جمله قطره از مولیان و سه برگه و گلچین اشعار او با زبان‌های انگلیسی و روسی در مسکو و لندن به چاپ رسیدند و مصاحبه کامل فرزانه در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.